آقا قاضی جان مادرت همین طلاق ما رو بده، ما رو راحت کن. چی میگی؟ ای بابا خدا بگم چی کارت کنم، آبروی ما رو بردی همه جا. خواهرمون مشکل شما چیه که میخواین طلاق بگیرین؟ خب روم نمیشه بگم آقای قاضی، چی بگم ما الان اینجا؟ مگه میشه ما میخوام طلاقت بدم ندونم دلیلش چیه؟ بگو تو گوشم بگو چیه؟ آقا گوز بده که بده. آخه کی دیدی بره گوز دادن طلاق بگیره؟ خدا بده مادر بیا مولا قاضی. الان شما خودت نمیگوزی، بابات نمیگوزه، داداشت نمیگوزه، هم داداش خودت نمیگوزه. نه نمیگوزه. ببند دهنت گوزو. مگه بره گوز دادن خدا بیامرزی بدن؟ شما نگاه کن، میگن بادی بود و راهی داشت. مگه به تو کاری داشت؟ آقای قاضی نمیدونین چه گوزایی میده، انگار که به معدهش سگ مرده. نمیخوالا وصف گوز ایشون توضیح بدی. اصلا ما این دماغام نصف شب مسوزه، نمیدونن دیگه چی. بس میگن چشاد اشک میانه ها، خلق تنگ اصلا نمیره دود میپیچه به اتاق. بدنو